سلام دوستان عزیزم، ادیب گیمر هستم. خوش اومدید به کانال من. مرسی از اینکه چنل من رو دنبال میکنید. ممنونم از تک تکتون. بریم سراغ پارت 2 بازی بسیار محبوب جی تی ای سن اندرس. خب بزن بریم. یادم رفت بگم که حتما کانال من رو سابسکرایب بکنید ببینیم کی زنگ میزنه. الو، فکر کنم همه چی توضیح دادم. سلام سوی، چه خبر؟ از وقتی تو از اینجا رفتی همه چی فرق کرده. خانواده گروه استریم دیگه بزرگ نیست. همه خانواده ها با گروه در افتادن. من درگیر مسئله والاستا و واگوها بودم. اون بیرون حسابی حواست به خودت باشه. آره میشنوم. متشکرم. ولش کن. همونطور که مستحضر هستید این داداش سی جی یا همون سوید جانسن هستش که زنگ زد و حال احوال کرد. داشتم میگفتم یادتون نره حتما چنل من رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو حتما لایک کنید، کامنت بذارید و اینکه ویدیوهای ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. بریم سراغ ماموریت رایدر. بزن بریم. هی چی میخواد؟ اومدم بچه محلم رو ببینم، اشکالی داره؟ تویی؟ خوشحالم که دوباره میبینمت. بچه محله تو بغل نمی کنی؟ حتما آره، تو راست میگی بچه محل. دیگه چه خبر؟ مهد چی کار داری میکنی؟ آره باید برم ترتیب یه کاریو بدم. یکی هست که به حرفم گوش نمیده تو خیابون گروه استریم. هستی؟ من همیشه هستم. بزن بریم، ضعیفه. میخوام ببینم تو ساحل شرقی چطوری رانندگی میکردی. این آهنگ زیبا رو مجبوری عوض کنیم. آره مثل یه فسیل زنده. سالا پیش عضویتش از دست داد. من که پیش اون پیرمرد احمق نمیرم. آره فکر کنم یه اشکاله. برو تو 5 دقیقه بیشتر وقت نداری. من ازت یه دیجی میسازم. دوباره کی میخوای بری؟ نه من فکر کنم میمونم. چرا؟ اون آدم بچه محلم. ما همیشه اینجا بودیم احمق. آره ولی حالا برگشتم و میتونم چی رو از دست بدم. توقع نداشته باش من بهت خوش آمد بگم. برای من تو همون سی جی. آره باشه مرسی. آره بی خیاله. بریم آرایشگاه و یه صفایی به سرمون بدیم. بشین سی جی. چشم حاج آقا. ببینیم چه موردی داریم. خب اینو بذاریم. حل $80. خیلی هم عالی. بریم بیرون. چه آهنگ قشنگی. من بهت گفتم لعنتی اون یه دیوونه است. تو اوضاعت خرابه. این دیگه چیه؟ خیلی مسخره شدی. این محله فقط تو رو کم داشت. خیلی لاغری سی جی. تو برو یه سی بخور تا من اینو تموم کنم. بعدش یه کاری دارم. خب حالا میخوایم بریم رستوران و خودمون رو تقویت کنیم. این رایدرم که آشنا هستید باش، همون پاوزن آشغال خودمون. میخوای بخواه میخوای نخواه، انتخاب خودته. یه چیز پررو انتخاب کنیم. همین سالاد میلو برمیداریم. این دوتا روز خوب و خوشی داشته باشی. پولمونم زیاد در ندیم. خب حل. این رایدر ما یه جوراب کشیده سرش فکر میکنه پولا رو بده من وگرنه میکشمه. رایدر دوباره شروع نکن. خره من اون نیستم. هیچکی مثل تو احمق نیست. برای پدرت متاسفم. لعنتی تو دیوونه ای، بیا از اینجا بریم. همون سی جی قدیمی. یه ترسو. آه لعنتی فرار کن.
بزنیم این پیتزا بریم فروشی با بقیه فرق داره. یا اول فضل. منتظر چی احمد؟ برگردون اون به گروه عوضی. دستفرمون کاملا قشنگ. بریم یه سری به سویت بزنیم. اون هنوزم داره زوزه میکشه. میبینمت. خب تا تنور داغ یه مرحله دیگه هم بریم، مرحله سویت جانسون رو، و بعد پارت تموم کنیم. یالا توپلی توپلی ببین نگاه کن. ببین کی اینجاست، همبازیش اینجاست. چی فکر کردی تو دوباره تو صحنه ای؟ بعد که گفتم هامی. حرف تو اینجا هیچ ارزشی نداره. یالا پسر اذیت نکن. بذار بدونن که دوباره برگشتی. ما دوباره اومدیم کارا رو برا کنیم. این رنگو بگیره و ترتیب همه چی رو بده. اول ترتیب طرف خودمونه بده. بعدش ما پخش میشیم و همه محلو پس میگیریم. تو همین حالش هم پخش شدی توپلی. حالا بیا بازی کنیم. بذار ببینم چه کاری از دستت برمیاد. با برادرتی ها. آروم باش مرد، یه ذره سخت بود. میخوای تو برونی؟ آره حتما. اگه خدا بخواد شما بازدیداتون رو افزایش بدید، حتما گیم پلی های تازه تر و این پارت ها رو هم ادامه میدید. برخلاف پارت قبلی، این پارت رو من دو مرحله‌ای رفتم که ببینیم پارت های بعدی چی میشه. حواست باشه تا من یکی رو رنگ کنم. دو تا دیگه علامت بالا تو منطقه هست. برو بگیرش، من ماشین رو روشن نگه میدارم. خب خب حل. بیاین بریم به قلمرو بالاسا. تو توی منطقه باش، منم میرم یه جا دیگه. خب حتما نظرتون رو تو کامنت ها بهم بگید که مدت زمان ویدیو چقدری باشه، یا مثلا گیم پلی بازی ها تو هر پارتی یه مرحله برم، چند تا مرحله برم. حتما نظرتون رو کامنت کنید برام. اینجا هم دو تا بالاست هستن و خیلی سوسکی از این بغل رد میشیم. چی شد؟ ای ما رو دیدن. آره حالا میخوای چیکار کنی ها؟ برات بعد اون احمقو بگیری.
خب الان از این بغل فرار میکنیم. یه ستاره هم گرفتیم کاملا سرعتی. از پلیس قانون فرار میکنیم. یه پرش سوسکی خیلی هم خوشگل. سویت خوشگل ما اومد. کار سری تمام شو. ای به چشم سوار میشم. پدر منو در بیارم. چی میگی بره؟ تو هیچی نمیدونی. برگرد به قلم رو به خودمون سیجه. تا ما رو نگرفته از این محل در بریم. عجب پیکانه قشنگی. مثل موتور سواری اینطور نیست؟ آره همش برمیگرده. با فدی چیکار میکنی؟ تو که منو خوب میشناسی. تصادف همه پولامو ازم گرفت. فقط یه خورده پول خورد برام مونده. یه نوشیدنی بخور. باهات تماس میگیرم. خب مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. حتما ویدیوی ما رو لایک کنید از اینجا برو. و منو سابسکرایب کنید. از زیر همین ویدیو کامنت بذارید. حتما ویدیو ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. مرسی از همتون. ببینیم چی میگه. کار من سرکار هرناندزم. کی؟ سرکار هرناندز. من با تمپنیا پولسکی کار میکنم. آقا خره تو دیگه چی میخوای؟ هی پسر به من احترام بذار. گامشو سر به سر خودت بذار. تو خره اونایی. حواستو جمع کن چی میگی. گوش کن از سرکار تمپنیا پیغام برات دارم. سعی نکن شهر رو ترک کنی. این اشتباه بزرگیه. شنیدی که ما مراقبتیم. اب چی تو بگی عوضی. چه صدای زیبایی هم داشت. خب تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.